ام، مسلمان آدم خریستیان پومش گرفته به پول رسخود کند به زندگی وای حلال می شود یا نه. من چند سال پیش کسل شده بودم. کسلی خیلی سریوزنی بود. همون دکتری که مرا معالجه کرده بود زن می باشد به گفته خودشون این خیلی آدمی ویروشی میگن ارسا. همین آدم من کودکی معیوب دارم، همین کودکی معیوب داری فرزندات بی پدر گفته من به هر ماه پول میتیم در کارتم پول میپردازم، همون پول من گرفته رسخود میکنم. همین حلال یا نه؟ بله، در حدیث عمر رضی الله عنه آمده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به عمر پول دادن و حضرت عمر نگرفتن. یا رسول الله من حاجت ندارم به پول، یعنی شما اینو برای از من دیده به فقیرها دهید. گفته رد کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که اگر این مال بدون طلب بدون طمع‌جویی خودش به نزدت بیاید، یعنی یگان کس به تو پول تیاد بدون گفتنی تو گیر، اگر حاجت داشته باشه استفاده کن، حاجت نداشته باشی صدقه کن. نگفتن که از مسلمان از کسی نباشد. بنابراین گرفتنتان جایز است، فقط کوشش کنید، نه فقط شما، تمام شنونده مسلمان هیچگاه کوشش کنید که از مخلوق یاری نپرسید. خودش تیاد هیچ گپی ندارد، خودش وضعیتتون دید، حالتتون دید و تیاد گیرید. کوشش کنید یعنی یاری نپرسید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر مثلا در 32 رکعت هر روز ما این گپه میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو پرستش میکنیم، تنها از تو یاری میپرسیم. این بسیار درجه کمال عبادت است. بله بعضی وقتا میشد که محتاج میشد، فقط همون وقت کار نمیشد که مرتبتون نمیفرود که اگر نپرسید میمورید از گرسنگی. در این حالت حلال است پرسیدن. لیکن خودش تیاد خیلی که شما گفتید کارتتون میپرداد از آن نصرانی هست یا غیر نصرانی هست، اجازت هست. فقط بینید که مقصد بعضی غیر مسلمان ها یا بعضی آنهایی که خودشون به اسلام نسبت میده از فرقه های گمراه با مقصد دعوت کردن به عقیده خود پول میدهند. نصرانی ها حتی در جایهای ما هم به بعضی محله هایی که آب نداشتن آورده آب برآوردن، در نزدیکی های خانه های 2 نفر یک آب برآوردن. فقط یگانه کاری که کردن در همون توربه که آب برآوردن، آب میبیاد از دور کران کردن، فقط همونجا علامتی صلیبی خود را با شکلی سرخ نوشتن. خیلی یعنی هم تو همون محله میدورید میگوید که اینجا محله نصرانی ها هست. یعنی دو طرفی کوچه لالزار با علامتی صلیبی خودشون ماندن، آب به پول برای خلق. یعنی اجازت است، لیکن باید یا مثلا در بعضی جاها پول تقسیم میکنن، روغن تقسیم میکنن، آرد تقسیم میکنن و کم کم بعد هموهای جمع کرده دین خودشون رو ترغیب میکنن. دینش قبول کردن ممکن نیست. وقتی که اندونزیا مسلمان ها از همه زیاد در اندونزیا هست، نصرانی ها یاردم میکردین، بعد یک بار همون کلان هاشون آمده جمع کرده سما اونهایی که اعضا هستن برای پولگیری همشون جمع کرده گفتین که همین پولایی که ما شما میتیم هر ماه، همون پولای شما چیکار میکنید تو؟ و مردم گفته است که ما جمع کرده حج میریم. فسیقونها ثم تكون عليهم حسرة. اونا نفقه میکنن، لیکن روز قیامت هم در این دنیا هم حسرت با اونا پشیمانی میشد. یعنی با این راه ها دین اسلام کاهش داده نمیشد یا مسلمان کافر کرده نمیشد. به هر حال این چیزاش هم به نظر گرفتم. لیکن آن چیزی که اون دکتر برای شما میدهد حلال است.